ماه شوق. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ابو امامه خداوند از او راضی باد گفت که از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که در حجة الوداع در خطبه گفتند: از خداوندی که پروردگارتان است بترسید، 5 وقت نمازتان را بگزارید، ماهتان را یعنی رمضان را روزه دارید، زکات مالتان را ادا نمایید، سرورانتان را اطاعت نمایید، داخل بهشت پروردگارتان می شوید. روایت ترمذی. رمضان اهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. علما در شرح این حدیث می گویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در خطبه حجة الوداع صحابگان را امر و وصیت‌های زیاد نمود. مردم را به تقوا و پرهیزگاری و ادا نمودن ارکان اسلام امر نمود. از جمله آنها روزه داشتن ماه شریف رمضان را ذکر نمود. همچنین برای وحدت و همبستگی مسلمانان امر فرمود که سروران را اطاعت نمایند. البته اطاعت آنها در صورت شرط است که امر به معصیت خداوند نباشد و اگر امر به معصیت خدا کردن در این حالت اطاعتشان جایز نیست. سپس در نهایت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که در صورت انجام این ارکان اسلام و این دستورها با فضل و رحمت پروردگار داخل بهشت می شود. رمضان اهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. بله برادر و خواهر ایمانیم، شخص مسلمان با انجام دادن این عبادتها، با انجام دادن ارکان اسلام، وظیفه بندگی خود را در نزد خداوند ادا نموده رازگی پروردگار را در می‌یابد و خداوند او را داخل بهشت می‌گرداند. پس خوش به حال آن شخصانی که خداوند از آنها راضی می‌شود و آنها را داخل بهشت می‌گرداند و دعا می‌کنیم که خداوند طاعت و عبادت هر یک ما را به درگاهش قبول گردانیده از ما راضی شود و داخل بهشت گرداند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.